چقدر هوای اینجا گرم میباشد جون. خوش اومده به اینجا. خوش اومده. من زولشکا شما چی؟ من مختار. بین تو ادمی زیبا مختار جان. عزیزم شما با چی کار مشغول هستید؟ من در دانشگاه ملی میخونم در کاریمان 18 ساله. پدرم صاحب کار، بیزنسمن، ماشین بیزنس. خودم میخوام در آینده ژورنالیستیکا برنده شم. میخوام در تلویزیون برم و زولشکا دیده. شما چی؟ موکل خدمت دارم. بیزنسمن من صاحب کارم. مقصد اپتیکا دارم مغازه خوراکخوری مقصد همه چیزی دارم. نرمالیه مقصد بیزنس ما خیلی کفایه. من فقط یه زن ندارم تمام اولادون شم. شما بسیار با من محکوم شدید. دوم در وقتی تمام دوم